بابا، تو هم مثل همه نمیدونی از چت‌جی‌پی‌تی چطوری استفاده کنی؟ میبینی همه داخل چت‌جی‌پی‌تی تصویرهای فوق‌العاده‌ای میسازن، اما تو نمیتونی استفاده کنی، نمیدونی چی بگی اون تصویرها رو بسازه. این ویدیو میخوام بهت بگم 100 تا راه میخوام بهت بگم که این ویدیو یکی از راه‌ها رو بهت میگم که بتونی تصویرهای خفنی بسازی. داخل ویدیوهای بعد میگم چطوری اون تصویر رو خیلی شبیه خودت بسازی. اما این ویدیو میخوام این ربات رو بهتون معرفی کنم تا چنین تصویرایی رو با چت‌جی‌پی‌تی بسازین. حتی خیلی بیشتر از این جزئیات رو توی تصویر ببینین، حتی خیلی بیشتر از این رو میتونین بسازین. کل زحمتتون اینه که کلیک کنین چه مدل پرامپتی میخواین. برای مثال من زدم پرامپت 3 بعدی، کافیه بیام و ببینم همونطور که میبینیم با جزئیات به شدت خفنی واسه ما پرامپت میسازه. هر مدلی که فکر کنین به شدت هم خفنن. اگه 3 بعدی میخوای میتونی اینو انتخاب کنی یا نه. اگه 3 بعدی نمیخوای، مدل دیگه میخوای، میتونی بیای مثلا سینمایی انتخاب کنی، چیزی که الان توی اینستا خیلی ترنده. برای مثال در این سبک میتونی خیلی ساده بسازی. اگه دوست داری تصویرهایی که میسازیم خیلی بیشتر شبیه خودت باشن، بخش نظرات به من بگو تا یه ویدیوی خفن بسازم، بهت یاد بدم چطوری اصولی داخل چت‌جی‌پی‌تی این کار رو انجام بدی. اما ما به فرض میگیم شما میخواین یکی از اینا رو بسازین. کافیه که این متنش پایینشه رو کپی کنین، تصویرتون رو بدین تا چت‌جی‌پی‌تی اینو بسازه. نیاز به دانشی، مهارتی هیچی نداره. تصویرتون رو میدین و واسهتون آماده میکنه. تمام. به همین راحتی میتونی درآمدزایی کنی، حتی اینو واسه بقیه بسازی و پول در بیاری. خب عزیزای دل من، این بود از این ویدیو. اگه لذت بردین لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین. تاکید میکنم تا آموزش‌های بعد رو از دست ندین. داخل این چنل راههایی بهتون میگم که بقیه 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، حتی واسه هر تصویر من دیدم 200,000 تومان پول میگیرن براتون میسازن. اما داخل این چنل من بهتون یاد میدم رایگان این کارو بکنین. لینک رباتم توضیحات ویدیو قرار دادم.